ساخت نخستین سامانه سه‌بعدی شبیه‌ساز برج مراقبت در فرودگاه بین‌المللی زاهدان. این پرواز به صورت مجازی اینجاست و کنترلر میتونه نتیجه تصمیماتش رو ببینه. این سیمولاتور کابین برج مراقبت پرواز رو شبیه سازی کرده که کنترلرهای ما در این مرکز سناریوهای عملیات پروازی رو بررسی میکنن. با ساخت این شبیه ساز علاوه بر پیشگیری از سوانح هوایی، زمینه آموزش بدو خدمت کنترل کننده های مراقبت پرواز در شرکت های فرودگاهی کشور فراهم شده است. وقتی یه کنترلر از دانشکده دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری فارغ التحصیل میشه و میاد که وارد صنعت بشه، گاهن تا 1 سال تا 2 سال طول میکشه تا بتونه اون سرویسی که لازمه رو به صورت تنها به پروازها ارائه بده. شبیه سازی برج کنترل اصطلاحاً کمک میکنن که این شرایط و این آموزش زودتر اتفاق بیفته. تا کنون 3 دوره مدیریت تغییر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، فرودگاه ساری و فرودگاه مشهد در این مرکز برگزار شد. این سامانه به همت یک شرکت دانش بنیان وابسته به فرودگاه بین‌المللی زاهدان به ثمر نشسته و جزو یکی از سامانه‌های راهبردی در صنعت هوانوردی است. تونستیم به صورت مانیتورینگ این سیستم رو پیاده سازی کنیم و بتونیم نسخه بروز و کامل شدهش رو در فرودگاه بین‌المللی شهدای زاهدان ما پیاده سازی و اجرا کنیم و دوره‌های آموزشی رو برای اولین بار با سیمولاتور سه‌بعدی در سطح شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران برگزار کنیم. بنابر اعلام اداره کل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان، با ساخت این سامانه زمینه آموزش تخصصی بیش از 200 نفر در ماه برای کارکنان واحدهای مراقبت پرواز فراهم شده است. پورعلی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین‌المللی زاهدان.